سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 14 ایون. سیاستمداران و کارشناسان تاجیک در یک نشست در دوشنبه درباره وحدت ملی و خاتمه جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان صحبت کردند. در این همایش گفته شد که با وجود گذشت 19 سال از امضای سازشنامه صلح بین حکومت و نیروهای مخالفین در سال 1997 عامل‌های بیشتر شدند که می‌توانند به وحدت و امنیت ملی در تاجیکستان تهدید کنند، از جمله ظهور دولت اسلامی که مغز هزاران جوان تاجیک را با غایه‌های افراطیش آلوده کرده است. مثلا اگر ما همین مذهب امام اعظم همچون الگو قبول کنیم و در اساس همین تعلیماتی بسیار تمام پذیر است فعالیت نماییم، اون وقت مثلا یگان اسلامی سیاسی با ما تاثیر رساندن نمیتواند. این زمان گفته شد با وجود گذشت 12 سال از خاتمه جنگ هنوز هم مردم تاجیک به وحدت کامل نرسیدند و ظهورات محلگرایی دلیل همین گفته است. تاجیکستان مدت کوتاه بعدی به دست آوردن استقلال در سال 1991 به جنگ شهروندی کشیده شد. این جنگ که بیشتر از 50,000 کشته بر جای گذاشت ماه ایون سال 1997 بعد امضای سازشنامه صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین دولت به پایان رسید. حکومت امریکا میگوید برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی کمک‌هایش به تاجیکستان را در مقایسه با سال 2015 44% بیشتر می‌کند. دانیل روزنبلوم معاون دستیار وزیر امور خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی روز 9 ایون ضمن سخنرانی در حضور وکیلان کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان امریکا گفت حکومت می‌خواهد سال 2017 به تاجیکستان تقریباً 42 میلیون دلار کمک کند و این پول برای احتیاجات اولیه مردم به غذا، تندرستی و همچنین اصلاحات در حکومت تاجیکستان صرف می‌شود. او افزود پول مهاجران تاجیک در مقایسه با سال 2014 43% کم شده است و اقتصاد تاجیکستان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. ما توسط یک ایده برنامه‌ها برای بهبود مدیریت در آسیای مرکزی تلاش می‌ورزیم. ما کمکی تکنیکی می‌کنیم تا اصلاحات داخلی تشویق شود. همچنین ما برای تقویت مطبوعات مستقل و سازمان‌های غیر دولتی یاری می‌رسانیم. ما می‌دانیم حل مشکل فساد که ریشه عمیق دوانده است مهم است، زیرا آن باعث افراطی شوی از یک سو و فشار به بخش خصوصی از سوی دیگر می‌شود. دانیل روزنبلوم همچنین گفت کمک‌های آمریکا برای تقویت نیروهای انتظامی و مرزبانی تاجیکستان صرف می‌شوند تا کشور تواند مرز طولانیش با افغانستان جنگ زده را درست پاسبانی کند. او افزود در عوض کمک‌ها ایالات متحده از کشورهای منطقه طلب می‌کند تا به حقوق بنیادی مردم احترام بگذارند. بنا به آمار بانک مرکزی روسیه انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن در 3 ماه اول امسال 3.5 مرتبه کمتر شده است. در این آمار که روز 14 ایون در وبسایت بانک مرکزی روسیه نشر شد آمده است از ماه ینور تا ماه مارس مهاجران کاری به تاجیکستان فقط 103 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه با 3 ماه اول سال 2015 تقریبا 260 میلیون دلار کمتر است. بحران اقتصادی در روسیه و بیکار ماندن مهاجران سبب اصلی کاهش درآمد مهاجران و انتقال پول شده است. پول مهاجران محرک اصلی اقتصادی تاجیکستان است که حال این اقتصاد نظر به گذشته بدتر شده است. پیش از بحران در سال 2013 مهاجران تاجیک به کشور بیشتر از 4 میلیارد دلار فرستادند، ولی سال گذشته مبلغ فرستاده آنها از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار بیشتر نشد. یک فیلم مستند درباره زندگی قرغیزهای تاجیکستان در آینده نزدیک در آزمون‌های بین المللی نمایش داده می شود. جانیل جوسوبجان، مؤلف فیلم نامه‌ها از قراتگین، آخر هفته گذشته به رادیو آزادی گفت فیلم درباره زندگی روزمره و غم و شادی قرغیزهای ناحیه جرگتال تاجیکستان قصه می‌کند. به قول او سال‌های اخیر این مردم خود را زیر فشار احساس می‌کنند. من مدتی طولانی در اروپا زیستم ولی هیچگاه خوف نداشتم و برعکس مطمئن بودم که همچون اقلیت زیر حمایه هستم. در آسیای مرکزی مثل کشورهای زیادی عالم ملتگرایی اشدی اوج گرفته است و اگر شما مثل دیگران نیستید شما با مشکل روبرو خواهید شد. صحبت مفصل با مؤلف نامه‌ها از قراتگین در وبسایت آزادی.org.
احمد ظاهر، آوازخوان معروف افغان که با نام الویس شرق در بین مخلصانش شناخته شده است، اگر زنده می بود به سن 70 می رسید. در این روز خبرنگاران رادیو آزادی به یک آثارخانه خصوصی در تاجیکستان رفتند که مخلصان آوازخوان در ناحیه وحدت تأسیس دادند. در این آثارخانه تمامی ثبت‌های ترانه‌های احمد ظاهر، عکس و دیگر یادگاری‌هایی که از او مانده‌اند گرد آورده شده است. مؤسسش می‌گوید آثارخانه را می‌خواهد بزرگتر کند. من نیت داریم خدا خواهد یگان جایی که شدتر میکوچانیم همجرا، لیکن از قشلاق بیرون نمیکوچانیم. هم در این حوالت اگر یگان چیزی سازیم همونجا میکوچانیم. احمد ظاهر سال 1982 و در سن 33 سالگی به طور اسرارآمیز در افغانستان به هلاکت رسید، ولی با وجود گذشت 10 سالها از مرگش همچنان یک سراینده محبوب در بین مردم تاجیکستان باقی مانده است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.